بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسله های درس توحید برای کودکان، این درس دوم است. ما باب یکم را گرفته بودیم، یک قسم خداشناسی را، پروردگارت کیست. امروز انشاءالله دینت چیست و پیامبرت کیست را خواهیم گرفت. مؤلف رحمه الله چخیلی که گفتیم در درس گذشته با طریق سوال و جواب کتابشان را نوشتند. میگویند سوال داده: دینت چیست؟ دین من اسلام است. اسلام چیست؟ اسلام اعتقاد به یگانگی خداوند و اطاعت نمودن به فرمان او می باشد. اساس و پایه اسلام چیست؟ اساس و پایه اسلام این گواهی دادن که نیست خدای جز الله سبحانه و تعالی و محمد صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده اوست. چرا وقت شنیدن اذان ما برای انجام دادن نماز تیار می شویم؟ زیرا که نماز رکن از رکنهای اسلام است. انسان وقتی که مسلمان حسابیده می شود نماز را باید ادا کند. اسلام شهادت دادن و نماز خواندن، روزه داشتن، زکات دادن و حج بیت الله کردن است. پس سوال می دهند مؤلف رحمه الله که پیامبری که خداوند او را به سوی من فرستاده است کیست؟ پیامبری که به ما فرستاده شده است این حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می باشند که خداوند او را به سوی ما فرستاده است. چرا خداوند محمد صلی الله علیه و سلم را به سوی همه مردم فرستاده است؟ خداوند آن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را به سوی همه مردم فرستاده تا اسلام را برایشان تعلیم بدهد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مردم را به چی دعوت نمود؟ به چی دعوت می نمودند؟ در جواب می گویند آن حضرت صلی الله علیه و سلم را مردم را به پرستش خداوند یکتا دعوت کردند و پرستش غیر خدا را منع می نمودند. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستاده شدند به سوی دعوتگر به سوی الله سبحانه و تعالی. یعنی می گفتند ایمان بیارید به پیامبر ایمان بیارید به خداوند و ایمان بیارید و به او شریک چیزی را قرار ندهید. این بود باب اول. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.